به نام خداوند بخشنده و مهربان. و با عرض سلام، امید داریم صحت کامل داشته باشین. امیدواری حکومت از احتمال توافق روی آتش‌بس در نشست دوحه. برای حمایت از ما چینل را سابسکرایب نموده و زنگ آگاهی را فشار دهید. قرار است فردا دوشنبه 6 پنجمین دور گفتگوها میان نمایندگان طالبان و ایالات متحده آمریکا در دوحه برگزار شود. در این نشست درباره چگونگی حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان و نیز درباره اینکه افغانستان در برابر کشورهای دیگر تهدید نباشد تصمیم گرفته خواهد شد. این نشست یک از نشست‌های سرنوشت‌ساز برای پیشرفت‌ها در روند صلح افغانستان دانسته می‌شود. حکومت افغانستان امیدوار است که طرف‌ها درباره برقراری آتش‌بس به توافق برسند. سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح در این باره گفت چیزی که در نشست‌های قبلی نتوانسته بودند به نتیجه برسند روی آتش‌بس و آغاز مذاکرات بین دولت افغانستان و طالبان بود که آن وقت گفته بودند که صلاحیت نداریم. اما این بار امیدوار هستیم که با صلاحیت بیایند که مردم منتظر هستند. در همین حال یک منبع به طلوع نیوز تایید میکند که مولا عبدالغنی برادر فرد شماره دوم طالبان و رئیس دفتر سیاسی این گروه در قطر به سوی دوحه حرکت کرده است تا در این نشست شرکت کند. پنجمین نشست امریکا و طالبان نیز همانند 4 نشست پیشین در غیابت حکومت افغانستان برگزار خواهد شد. طالبان گفتگو با حکومت افغانستان را رد کردند. اما رئیس جمهور غنی اطمینان می‌دهد که در آینده‌های نزدیک صلح در کشور تامین خواهد شد. صلح آمدنی است و من برایتان اطمینان میدم. آن وقت که 2 سال پیش میگفتم که صلح آمدنی است مردم میخندیدند. همزمان با این محمد رضا بهرامی سفیر ایران در کابل میگوید که صلح در افغانستان به نفع تمام کشورهای منطقه است و اگر جنگ در افغانستان ادامه یابد این کشورها نیز صدمه خواهند دید. آقای بهرامی افزود با پیوستن گروه‌های مخالف با دولت و توسعه ثبات آینده بهتری را هم برای افغانستان و هم برای منطقه رقم میزند. این اظهارات سفیر ایران در حال بیان میشود که 2 روز پیش سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور گفت که شماری از کشورهای منطقه در تلاشند تا زیر نام صلح یک جنگ نیابتی دیگر را بر افغانستان تحمیل کنند. آقای دانش اما از کشور خاصی نام نبرد. اما پس از آن رئیس جمهور غنی با وضاحت گفت که رئیس جمهور افغانستان را مردم افغانستان انتخاب خواهد کرد، نه تهران، نه اسلام آباد و مسکو. اشاره آقای غنی به تلاش‌های شمار از سیاسیون افغانستان بود که به گفته او با کمک کشورهای بیرونی طرح ایجاد حکومت موقت را مطرح می‌سازند. همزمان با امیدواری حکومت افغانستان نسبت به توافق احتمالی طالبان و ایالات متحده، زنان در افغانستان اما نگران این نشست‌های پشت پرده هستند. این زنان روز یکشنبه 5 در کابل گرد هم آمدند و خواستار سهیم شدن در روند گفتگوهای صلح شدند. فوزیه کوفی عضو مجلس نمایندگان در این نشست حضور داشت. گفت عمده‌ترین گروهایی که با هم مشکل دارند طرز تفکر طالبان و زنان هستند که باید با هم گفتگو کنند و با هم بنشینند. فرخنده زهرا نادری عضو پیشین مجلس نمایندگان نیز افزود صلح با عزت نمیتواند تنها عزت من را تامین کند. عزت قدرت من را بجا کند، عزت برندگی من را بجا کند. صلح پایدار و با عزت صلح است که اقوام مختلف بتوانند عزت و آبروی خود را در آن صلح ببینند. دوستان عزیز، لطفاً پیشنهادات و انتقاداتتان را در کامنت برای ما بنویسید. این بود ویدیوی امروزی. تا ویدیوهای بعدی، الله نگهدار.